درود دوستای خوبم، هنگام هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. کلی روزای خوب رو در حال سپری کردن باشید. امروز اومدم براتون شیرینی نوروزی درست کنم. یعنی میخوام از این به بعد بیشتر شیرینی‌های نوروزی درست کنم تو رسیپیایی که میذارم براتون، تو آموزشایی که میذارم، چون نزدیک عیده. سعی میکنم شیرینیایی که انتخاب میکنم هم راحت باشه هم خوشمزه باشه. امروزم یکی از اون خوشمزه ترین ها و کم مواد ترین ها، یعنی با همه موادش تو خونه همیشه دم دستمون هستش. میخوام براتون شیرینی درست کنم. شیرینی دارچین و گردو، فوق العاده خوشمزه، کم شیرین. بریم با هم درستش کنیم. ویدیو لایکش کنید قبل از اینکه ویدیو رو ببینید. با هم دیگه ویدیو رو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. بریم با هم این شیرینی خوشمزه رو درست کنیم. خب دوستان، برای درست کردن شیرینی دارچین و گردو اول از همه 160 گرم کره به دمای محیط رسیده. من 1 ساعت گذاشتم بیرون، کامل نرم شده. 60 گرم شکر اضافه میکنم بهش. این یه شیرینی خیلی کم شیرینه که خوشمزه و سبک. حالا من اندازه 1 دقیقه این دوتا رو با هم دیگه میزنم. یک دقیقه هم زدم شکر و کره نرم شده رو. دیوارای ظرفم رو قشنگ تمیز میکنم. کره و شکر رو میارم وسط کار، وسط ظرف. حالا سر اینم من تمیز میکنم، بقیه کارو با هم ببینیم. 210 گرم آرد دارم، آرد الک شده. بهش 50 گرم نشاسته ذرت اضافه میکنم. 2 تا قاشق مرباخوری سرصاف، قاشق اندازه‌گیری، من اندازه‌شو آوردم، می‌بینید 25 میل داخلش جا میگیره. بهش اضافه می‌کنم دارچین. 2 تا قاشق مرباخوری سرصاف دارچین. مواد خشکم رو یکم هم میزنم که همش با هم مخلوط بشه. حالا اینجا به کره و شکرم اضافه میکنم. دیگه نیازی به همزن نداریم، با دست، یعنی با همزن دستی و دست این مرحله رو انجام میدیم. میتونید همه رو به یک باره بریزید، میتونید کم کم بریزید، فرق نمیکنه، چون بیشتر از این مقدار قرار نیست داخلش آرد بره. این مقدار استانداردشه، بیشتر یا کمتر بهش نمیزنیم. حالا کم کم با قاشق اول آردم رو به خورده کره و شکر میدم. حالا به این مرحله که رسید میبینید حالت خوردنون شد. دیگه من قاشقم هم کنار میذارم، تمیزش میکنم. با نوک انگشتام آروم آروم این خمیر رو جمع میکنم. اصلا ورزش نمیدم، خیلی آروم نکنید تا حدی که کامل حالت انسجام پیدا کنه این خمیر. نکنید دوستان، من وسط کار یه بار بهتون نشون میدم که ببینید یواش یواش داره جمع میشه. میبینید خمیر از اون حالت خوردنون داره در میاد. همینطور یواش یواش ادامه میدم تا کامل جمع بشه خمیرم. نکنید دوستان، خمیرم کامل جمع کردم. حالا لطافت خمیر رو ببینید. وقتی تو دستتون برمیدارید کاملا منسجمه، نیاز به استراحت نداره. الان من براتون آمادش میکنم. حالا از خمیرمون اندازه 1 قاشق مرباخوری نگاه کنید برمیدارم تو دستم. شیرینی کوچولو کوچولو قراره باشه این شیرینی‌ها. کامل گردش میکنم. بعد یه تیکه گردو میذارم روش. بعد میچینم داخل سینی فرن. اگه سینیتون کاغذ هم ننداختید نیاز به چرب کردن نداره. کاغذ هم که بندازید که خیلی عالیه. من بهتون توصیه میکنم حتما با کاغذ برای همه شیرینیاتون استفاده کنید. بعد از اینکه همه رو آماده کردم میره داخل فری که با دمای 170 درجه گرم شده. اندازه نیم ساعت قبل بذارید فرتون داغ شه. بعدن شیرینی‌ها رو به مدت 20 دقیقه. این شیرینی‌ها زیاد تغییر رنگ نمیده دوستان. 20 دقیقه میپزه، کنترل شده با دمای فرتون.
دوستان همه شیرینیامو آماده کردم. حالا قراره که بره داخل فر. اندازه‌ش هم گفتم 170 درجه فر به مدت 20 دقیقه. رنگ شیرینیامون زیاد تغییر نمیکنه، کنترل شده با دمای فرتون بپزید. گردویی که استفاده کردم برای روش، برای این مقدار خمیر حدود 50 تا 60 گرم مغز گردو براش کافیه. بعدش هم که نکته دیگه هم که باید بگم اینی که با این مقدار خمیر اندازه 48 تا شیرینی با این اندازه، با اندازه یه فندق بزرگ، اگه بخوام اندازه‌شو بگم درست بهتون، با یه فندق درشت اندازه 48 تا شیرینی بهمون میده. حالا بریم بپزه، بعد از پختن بهتون نشون میدم. خب دوستان شیرینیام پخت آماده شد. میبینید اصلا تغییر رنگ نداده. نگاه کنید. 20 دقیقه با دمای 170 درجه پخته شد. کامل خنک شده. بس که خنک شد داخل پودر شکر میغلطونیمش یا پودر شکر اینجوری با قاشق مثلا میریزیم. یه شیرینی خیلی خیلی خوشمزه است دوستان، بهتون توصیه میکنم. برای نوروز فوق العاده گزینه خوبیه. خیلی کم شیرینه، خوشمزه است. مخصوصا اگه عطر دارچین رو دوست دارید بهتون توصیه میکنم حتما درست کنید. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. امروز هم خیلی ساده و شیک کنار هم دیگه شیرینی درست کردیم. حتما توی خونه درست کنید، از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. ویدیو رو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. کلی دوستتون دارم. کامنت هم یادتون نره. ویدیو بعد هم دیگه رو میبینیم.